درود و ادب. رایان هستم، تحلیلگر تکنیکال بروکر پیپوایز. با تحلیل این هفته طلا و یورو دلار در خدمتتون هستم. در مورد طلا در تحلیل هفته گذشته خدمتتون عرض کرده بودم که باید منتظر تریگر واضح نزولی و یا شکست صعودی سطح 42-41 باشیم. از اون موقع خریدارا تمام تلاششون رو کردن که مقاومت 42-41 رو به بالا بشکنن، اما فروشنده‌ها 3 بار مقاومت کردن. در حال حاضر من فکر می‌کنم قیمت طلا تا سطح 41.35 و بعد از اون 40-43 نزولی باشه. اما باید منتظر عکس العمل قیمت به 41.35 باشیم و اگر اونجا خریدارا با تریگر واضحی وارد شدن تا 42-41 خریدار خواهم بود. در فایبر هم ما خریدارا موفق شدن سطح مقاومتی 1.1610 که در تحلیل هفته گذشته عرض کرده بودیم رو به بالا بشکنن و بعد از یک پول بک تا 1.1660 قیمت صعودی بود. بعد از اون یک شکست فیک و استاپ هانتینگ در 1.1660 اتفاق افتاد و قیمت به زیر این سطح مقاومتی برگشت. در حال حاضر فکر می‌کنم فروشنده‌های یورو دلار بتونن قیمت رو حداقل تا سطح حمایتی 1.1610 پایین بیارن. در غیر این صورت اگر مقاومت 1.1660 به بالا بشکنه بعد از یک پول بک تا 1.1728 خریدار خواهم بود. سلامت و موفق و پرسود باشید.